افزایش 23% لبنیات شگفت‌انگیز بود. از الان گاو فوش حساب نمیشه، ارزش حساب میشه. مثلا میگن طرف فریخته گاویه واقعا، چون 23% رفت بالا. اگر گاوا جای یونجه $1 هم میخوردن انقدر نمیشد. من پسته شده کیلو 200,000 تومان. بعد نخ کنی گردنبند کنی گردنت بندازی، دیگه میشه خورد. اینا تأثیر داره. جوری داریم میریم عقب، اگر همینطور بریم تو پیچ بعدی حتما به جایی میرسیم که سیبو از دست حوا میگیریم، میگیم آقا گرفتیم، همه برمیگردیم بهش دوباره. اینقدر سریع داریم به عقب برمیگردیم. اقتصاد یه چیز عجیب غریب، من دارم میگم شما باور نمیکنید. تورم شوخیه. روز به روز میبینین لواشک ها داره نازکتر و نازکتر. این بعد برگ دستمال کاغذی شده. باد چیپس ها بیشتر شده. چیپس وا میکنی 2 تا سیب زمینی اون تملق میزه، همه هوا. این جگرکی ها روز داره جگرها رو نازکتر سیخ میکنن. جگرکی محلی ما که فقط سیخ خونی تو سطح میزنه روی آن، یه چیز وحشت میذاره لای نون. خیلی عجیب غریبه. جوانای ما تو ایران به مرحله رسیدن که از آب و گل که در میان میرن تو مرداب. تازه بعد یعنی بدتر و بدتر از این. من میگم ای کاش که ما رو به عنوان برده بفروشن. جدی میگم، هم ارز وارد میشه، هم ما خارج میشیم، هم جمعیت متعادل میشه، همه چی برای همه فراهم میشه. دیوونه بود اصلا که اذیتش میکرد. با ولش کن بره دیگه. اینا هی اذیتت میکنی. از الهی که من قربون این کوچوله‌ها برم تو سالن بالا و پایین حوصله‌شون سر رفته دارم. یعنی کچله کی میگه این بالا؟ چون بچه‌ها نیازهای خودشونو دارن. یعنی چیزی واسه ما بگو. باید به بچه‌ها توجه بشه. چشم کوچوله‌های من، شما میوه‌های دل من، اما الان عمو براتون خاله میشه. مثلا بازی من خاله مثلا، چون اکثرا الان گفتم دیگه دارن منو به چشم خاله شادونه نگاه میکنن بچه‌ها. حالا ببین چجوری بچه‌ها اینقدر باهوشن بچه‌ها تا بفهمن عمو خاله شده دیگه باش راه میگم، مثلا باش همکاری. خب بچه‌ها با من همراهی کنید، میخواد خاله شادونه با شما بازی کنه. کی از همین زدن تایی؟ چه بچه‌های بزرگی اینجا هستن. جهشی روش کردین یهو همه. کی از همین قشنگ تایی؟ کی از همین بیریخ تایی؟ دست شما درد نکنه. حالا من شماها عیب نداره، اون پدر بزرگمون با حال 85 سالشه بیا منو بخور بابا جان. شما این کودک درونت ماشاءالله بعد از این همه سال چقدر کودک مونده. این کودک درونت چروک شده، اونو بنداز دیگه بره دیگه. این همه سال میخواد چیکار کودک درون؟ وقت کمه. بله میدونم. بچه‌های امروزی باید خیلی حواساشون جمع. کوچولوها من یه چیزی میگه عمو خوب به گوش بگیری که عمو چی میگه. دست پدر مادراتون رو ببوسین که اینقدر پدر مادرها به بچه‌های امروزی توجه دارن. من 9 سالم بود اساس کشی داشتیم، منو جا گذاشتن. 6 ساعت بعد بابام آفتابه رو جا گذاشته بود، برای اون اومد دید منم اونجا، منو زد. گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ ذلیل مرده. منو گذاشت تو آفتابه برد. منو آفتابه یه قیمت. بچه ها تو نمیدونی چقدر پدر مادرها شما رو دوست دارن. چه امکاناتی واسه بچه های امروزی، چه مهد کودک هایی میبرن بچه های امروزی. مهد کودک های الان کجا، قدیم کجا؟ مهد کودک های امروزی میبینی شهر بازی توشه، غذاها، خوراکی ها، اسباب بازی ها. سوال میکنن خانواده دختر که مثلا خدای نکرده پسر شما اهل خلافی که چیزی نیست، حالا اعتیاد
خدای نکرده به الکل، به مواد مخدر غیره و ذالک. که یکی از دوستان من میگفت که عرق نعنا از همون خانواده عرق سگیه. منتها دنبال رفیق بازی نرفته، درسشو خونده، واسه خودش متخصص معده شده. دیدی؟ نصف لیوان میخوری تا روده رو تقریبا ساپورت میکنه، میره جلو و کلا اسکن میکنه که داستان از کجا مشکله. توی یکی از این مراسم پدر پسر گفت حاج آقا پسر من اهل هیچی نیست، نه اهل رفیق بازیه، نه اهل پارتیه، نه اهل دوده، یه نخ سیگارم حتی در زندگیش نکشیده. بابای دختره گفت ببخشید حاج آقا دور زمان عوض شده، ما دختر به اسکل نمیدیم. من عجیب پیرم نمیشم، نمیدونم خیلی هستن از این جمله، مثلا اون هست، شهرام شببره هست، شهره هست، عمو قناد هست، عمو پورنگ هست، اینا اصلا تکون نمیخورن، همینجوری یه نماخ میرن جلو. من شنیدم که اخیراً تیمی از دانشمندان روی اینا دارن تحقیق میکنن که ببینن اینا چه کار میکنن و اگر شد ازشون اساره جوانی بسازن و تزریق کنن تو کرما بدن تو بازار. خیلی یا اینکه سوال میکنن پسر شما سربازی رفته یا نه، مهمه براشون. سریع مادر پسر جواب داد بله حاج آقا 2 سال در خط مقدم کلشاف کلن بودن اونجا. اونه که میخندن مشخصه که دراگون به هم قرض میدن و در بارها شرکت فعالی دارن. خب متخصص اتک زدن هستن، 3 ستاره برمیگردیم معمولا، نه مشخصه. این چه بازی اومده مسخره بازی شد؟ بازی شب تا صبح بشینی نور چشم بذاری، قلعه های مردم رو خراب کنی، سکه هاشون رو بدزدی، لنگ زور بلند شید چشا پف کرده ببینی قلعه خودت هم سرویس کردن. اما بازی قدیم جالب بود. بازی قدیم قبل اینکه معلم بیاد سر کلاس بچه‌ها کاغذ می‌جویدن، توفی می‌کردن، می‌زدن به سقف. معلم میومد این شل میشد به پس یقش هر رو کر می‌خندن. یادم پشت این پنکا میشستیم یه ساعت چه بازی ما قدرش رو ندونستیم. یا از اشتغال سوال میکنن که پسر شما به شغلی کاری چیزی مشغول هست؟ این خیلی مسئله مهمیه. پسر یللی تللی نباشه، کاری داشته باشه، درآمدی داشته باشه. از این بابای پرسیدن چند تا پسر داری و شغلشون چیه، مدرک تحصیلیشون چیه؟ گفت من 4 تا پسر دارم، اولی مهندس راه، دومی مهندس مواد، سومی مهندس کشاورزی و 4می دزده. گفتن خب اون دزده رو بیرون کن از خونه. گفت اون خرج این 3 نفر میده. اون مدرک گرفتن بیکار نشدن تو خونه. پوریا پورسرخ میگفت ما یه فامیلی داریم 28 سال بیکاره، 2 سال دیگه بیکار باشه بازنشست میشه. کلا از چه شغلی من نمیدونم، خیلی مسئله حیاتی. بعضیام دنبال بهونه‌های واهی و بنی اسرائیلی میگردن تو بحث ازدواج نکردن. پسر نگاه میکنی سن و سالی ازش گذشته، نه پول داره، نه خونه داره، نه ماشین، نه کار، آس و باز تقریبا. بهش میگی چرا تا حالا ازدواج نکردی؟ میگه هنوز دم به تله ندادم. تو خودت تله‌ای، یکی گیر تو نیفته بدبختی رو زیاد. یا همین بحثا که اخیراً مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی باب شده، صحبت از نیمه گم شده و عشق واقعی و 36 تا دوست دختر داره. میگن چرا ازدواج نمی‌کنی؟ میگه هنوز نیمه گم شده‌مو پیدا نکردم. مردی که تو نیمه گم شده دیگران هم احتکار کرده اونجا واسه خودت نمی‌ذاری نفس. آخه می‌دونید که پسرای ایرانی اول شکست عشقی به دنیا میان، بعد نمه نمه دست و پا در میارن. پسره به خاطر دختره رگ دستشو زده بود، برده بودنش بیمارستان، عاشق پرستاره شده بود همونجا در جا. اینا مدام در حال عاشق شدنن، هی شکسته، هی عاشق می. میدونید که عشقای امروزی هم شبیه این شرکت‌های هرمی شده. من یادمه یه زمانی برای کوئس ما رو پرزنت می‌کردن، اینو میگفتن کتابای عجیبی میدادن بخون فلان بیسا. الان عشق اینجوری شده در ایران. شما مثلا یه مخاطب خاص داری که مخاطب خاص شما 4 تا مخاطب خاص داره، بعد همینجوری میره پایین، یهو میبینی ته هرم خیلی شلوغه، اصلا معلوم نیست کی به کی، همه تو هم دیگه دارن میلو. این عشق امروزی این شکلی شده. پسر کامنت گذاشته که من فقط یه دوست دختر دارم، 18 تا دختر رفتن زیرش نوشتن مرسی فقط با معنی. چی میشه؟ خیلی عجیب. میدونی مشکل بعضی از پسرا تو این روزا یه چیزای عجیب غریب آدم نمیتونه بگه نگه. من حالا
به نکات خیلی کوچیکش. یه زمانی هم بود که روش همسریابی خیلی سنتی به صورت منوئل بود. جلو مدارس دخترونه تک چرخ می‌زدن با موتور. اونی که کمتر زمین می‌خورد اون زنشو پیدا می‌کرد بالاخره، چون می‌دونستن آدم با عرضه‌ایه، به این راحتی ها تو جوب نمیره.